تا حالا شده برات این سوال پیش بیاد که واقعاً برند کوزارکس بهتر از بقیه است یا فقط یه تبلیغه؟ این ویدیو دقیقاً برای توه. بین کوزارکس و برندهای دیگه کدوم دقیقاً بهتره؟ آیا ارزش خریدن داره یا فقط اسمش معروفه؟ امروز قرار صادقانه با هم دیگه بررسی بکنیم که آیا برند کوزارکس واقعاً ارزش خریدن داره و چرا انقدر محبوب شده. آخر ویدیو هم یه نکته مهم میخوام بهت بگم که شاید نظرتو تغییر بده. پس تا آخر با من همراه باش. اول از همه بریم سراغ این که چرا انقدر برند کوزارکس معروف شده. برند کوزارکس برند کره‌ای هستش و از فرمولاسیون فوق‌العاده ساده اما مؤثر تشکیل شده. مواد تشکیل دهندش طبیعی و سازگار با پوستای حساسه و فرمولای خیلی سبکی داره. همینطور خیلی هم سریع هم جذب پوست میشه و اصلا احساس سنگینی بعد از استفاده ندارید. و تمرکز اصلیش روی مشکلات پوسته، مثل آکنه، مثل لک، مثل پوستای حساس که دارای التهاب و قرمزی هستن و همینطور آبرسانی هم میکنه و بدون تست حیوانی و مواد مضر و مصنوعی هستش، بدون ترکیبات مضر مثل پارابون، الکل و الکل های سنگین. حالا بخوایم مقایسه بکنیم سالیسیلیک اسید با اوردینالی، اون قوی تره اما ممکنه که پوستتون رو خشک بکنه و حساسیت نشون بده. برای از بین بردن لک های پوستیتون باید از ویتامین C 23% استفاده بکنید. هم جذب بالا داره و ترکیبات مغذی مقایسه با فرولیک هستش. فرمولش قوی تره ولی خیلی گرون تره. برای آبرسان و آرامش پوستم از اسنس 96% حلزون که حاوی عصاره حلزون برای بازسازی پوسته. مقایسه این دو سرم رو داریم. سبکتره ولی تاثیر کمتری روی ترمیم پوست داره. پس اگه دنبال یه محصول مؤثر میگردی با قیمت مناسب و همینطور نتیجه عالی هم داشته باشه، برند کوزارکس اینجا در مقایسه با برندهای معروف دیگه بیشترین امتیاز رو میاره و یه گزینه عالی میتونه براتون باشه. پس حالا چه کسایی نباید از برند کوزارکس استفاده بکنن؟ کسایی که دنبال نتیجه خیلی سریع و قوی میگردن، به خاطر اینکه برند کوزارکس تدریجی عمل میکنه و خیلی ملایمه، نه خیلی نتیجه ناگهانی و سریع. و اگه پوستت خیلی حساسه و نمیتونی هر محصولی رو استفاده بکنی، لایه بردارهای قوی مثل AHA و BHA ممکنه که پوستت واکنش نشون بده. حتما قبلش مشاوره بگیر و با راهنمایی استفاده بکن. و اگه بخوای خیلی سریع نتیجه بگیری، بهتره که استفاده نکنی از برند کوزارکس، به خاطر اینکه باید برند کوزارکس رو روتین، منظم و هر روز استفاده بکنی تا بتونی نتیجهش رو ببینی. و اگه دنبال یه نتیجه خیلی سریع هستی، به دردت نمیخوره. و اگر هم توقع داری با یه بار مصرف نتیجه بده، اصلا استفاده نکنی محصولو. و اگر هم این محصولات رو درست ترکیب نکنی، نتیجه نمیده یا حتی ممکنه نتیجه برعکسی هم بگیری. حالا چیکار کنیم که بهترین نتیجه رو از محصولات کوزارکس بگیریم؟ اینکه هر محصول و هر روتین پوستی که استفاده میکنی از محصولات کوزارکس باید مناسب پوست خودت باشه. یعنی اگه پوستت خشکه، باید از محصولاتی که مناسب پوست خشکه استفاده بکنی. و قبل از اینکه بخواید انتخاب محصول رو داشته باشی، باید ترکیباتش رو در نظر بگیری تا با روتین پوستیت سازگار باشه و ترکیباتش با هم دیگه بخوره. و به پوستت زمان بده، 2 تا 4 هفته به پوستت زمان بده تا تغییرات رو مشخص بکنه. حالا نوبت توئه که بهم بگی تا حالا از محصولات کوزارکس استفاده کردی و چه دستاوردی رو داشتی. حتما توی کامنت ها برام بنویس کدوم یکی از محصولش برای تو نتیجه عالی داشته. و اگر میخوای محصولات اورجینال کوزارکس رو تهیه بکنی، حتما به پیج اینستای ما که آیدیشو براتون اینجا گذاشتم سر بزنید که از تخفیفا و پیشنهادات ویژه جا نمونید. و برای ویدیوی بعدی حتما کانال رو اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن و دکمه زنگوله‌اش هم روشن کن، چون که ویدیوی بعدی میخوام راجع به کدوم محصول مناسب پوست شما صحبت بکنم که اشتباه خرید نکنی. حتما ویدیوی بعدی از دست نده و تا ویدیوی بعدی مراقب پوستاتون باشید. خدا نگهدار.